چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو با من. بچه این اولین ویدیو توی چنل منه، به خاطر اینکه من چنلمو تازه شروع کردم و تازه دارم برای شما ویدیو میذارم. بچه این ویدیویی که الان براتون گذاشتم اولین ویدیو، نمیخواستم خیلی هیجان انگیز باشه و خیلی چیز باشه. اولین ویدیو خواستم اولین ویدیو یه چیز عادی و یه چیز باشه که من خودم رو به شما معرفی کنم و امیدوارم که از ویدیوم خوشتون بیاد. بچه ممنون میشم که ویدیوامو لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب هم کنید، ازم حمایت کنید و خیلی خوشحال میشم بیاین توی چنلم و با من باشید. بچه من توی این کانال یوتیوب ویدیویی مثل آنباکسینگ وسایل، آنباکسینگ هرچی که میخرم، ولاگ روزمره، چیزایی که میخرم و پرنگ، همه چیزای طنز و شاد برای شما میذارم. ولی اگر که شما حمایتتون بالا باشه، ویدیوامو لایک کنید، برام کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، حمایتتون بالا باشه، ویدیوی خفن‌تری و با کیفیت‌های بهتری من برای شما میگیرم که یه ولاگ چند روزه که توی کانالم میخوام براتون بذارم. توی کانالم باشین، حتما اون ولاگو ببینین، اون ولاگو از دست ندین. یه ولاگ خیلی باحال، هیجان انگیز، قشنگ و و و و و و امیدوارم که این ویدیوم خوشتون اومده باشه و اینکه من گفتم که یوتیوبمو تازه شروع کردم، به حمایت شما هم نیاز دارم و ممنون میشم منو حمایت کنین، برام یه کامنت کوچیک بذارین، فقط یه قلب یا یه نوشته کوچیک برام بذارید، لایک کنید، منو سابسکرایب هم کنید، از ویدیوم حمایت کنید. البته بچه این ویدیو اولین ویدیوی من نیست. این اولین ویدیوی بلند منه. من یه ویدیوی میشه گفت 40 ثانیه‌ای توی پیجم گذاشته بودم و کوتاه بود، ویدیوی کوتاهی بود. امیدوارم که اون ویدیوم خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه با من و اون روزمرگی که بهتون گفتم از دست ندید. پیج تلگرام که نه، ببخشید اشتباه گفتم. پیجم هم فالو کنید، همین منظورم پیج یوتیوبمه، فالوش کنید و برام کامنت و لایک و سابسکرایب بزنید. ممنون میشم از حمایتتون. تا یه ویدیو دیگه با من، فعلا خدافظ.